خواهر دیگری که مؤثر پوهنتون ادبیات در بخش ادبیات تحصیل میکنه، واقعی زندگی خود را قصه میکنه. میگه یک روزی جوانی از پوهنتون بیرون شدم، در بین شاگردا با عفت و پاکدامنی و حیا مشهور بودم. و خواهر میگه با حیا و پاکدامنی مشهور بودم. میگه یک روز دو روزی جوان پیش رویم گرفت، سخنای نرم و نازک میگفت، تبسم میکرد، نگاه میکرد. یک روز دو روزی هیجان حرکت میکردم، پایم قرار نمیگرفت، حرکت میکردم، دودش نام میدادم. بالاخره روز جوان نامه‌ای را برای من انداخت در پیش راهم. مجبور شدم با هزاران تصمیم قاطع نامه را برداشتم که چی باشه. نگاه کردم، ای خواهر مسلمان میگه خواهر متوجه باش، خواهر و برادر متوجه باش. ای خواهر مسلمان میگه یک بار برداشتم که سخنهای عاشقانه در این نامه و پیام است. هوا و ورق را پاره پاره کردم، بر زمین انداختم. خانه رفتم، باز هم تماس تلفنی جوان من را مزاحم میشد، نمیگذاشت. یک بار دیدم تماس تلفنی را اوکی کردم و جواب دادم. یک بار دوباره رد کردم، بار سوم و چهارم تماس برقرار شد، محبت آمد. با قسم شدم که اگر روزی جوان را نمیدیدم پوهنتون برایم قبرستان میشد. ای خواهر مسلمان میگه در بین صنف با پاکدامنی و حیا مشهور است، با پاکدامنی و حیا مشهور است. میگه یک روز دو روزی اگر نگاه نمی کردم جوان را نمی دیدم، برایم پوهنتون به قبرستان تبدیل می شد. روزی بالاخره چند روز ندیدم جوان را، روز چهارم جوان را به مجردی که دیدم پایم از جا خطا خورد. از خوشحالی تا به دیروز را جواب نمیداد، تا به دیروز را جواب نمیداد، امروز از خوشحالی به طرف جوان نگاه میکنم. بالاخره به همراه جوان نشستیم، در تکسی چکر زدیم و رفتیم. بالاخره در نتیجه عمل زشت زنا گرفتار شدم، عمل زنا را گرفتار. این خواهر مسلمان میگه ما متوجه باشیم. میگه جوان را گفتم جوان چی شد؟ زنا کردیم، تمام عفت و پاکدامنی که داشتم از بین رفت، چیزی باقی نماند. جوان برایم وعده ازدواج را کرد، گفت ازدواج میکنیم. گفتم درست است ازدواج. یک هفته و یک ماه و دو ماه تماس برقرار نمیشد. یک بار تماس این جوان آمد، خوشحال شدم. گفت جوان برایم در تماس تلفنیش گفت عاجل کارت دارم فلان مکان بیا. خوشحال شدم که شاید مراسم عقد ازدواج را برگزار بکنه، تصمیم ازدواج داشته باشه. میگه رفتم جوان با مجردی که دیدم گفت فکر ازدواج را نداشته باش، فکر ازدواج را نداشته باش. تلفنش را نشان داد، برایم تمام عمل زنایی که انجام دادم تمامش در تلفنش ذخیره هست. تمامش را دیدم که در تلفنش ذخیره شده. حیران ماندم، گفتم ای بدبخت چی کردی؟ ای ظالم و بدبخت، ای بی حیا، با همراه عفت من، پاکدامنی من، حیای من چی کردی؟ چی شد؟ میگه جوان گفت فریب نخور، بعد از این من تو را خانم نمیدانم، محبوبه خود نمیدانم، معشوقه خود نمیدانم، غلام خود فکر میکنم. میگه بعد این هر لحظه‌ای که تماس گرفتم باید حاضر باشی، بعد از هر لحظه‌ای که تماس گرفتم باید حاضر باشی. ای جوان در خواب غفلت آرمیدن تا بکی، از حقیقت رشته الفت بریدن تا بکی، تا بکی خواهر و مادر و ناموس با عفت ما به چنین بدبختی ها گرفتار شوند. آیا پدر متوجه هستی؟ برادر متوجه هستی که خواهرت کجا می رود؟ به همراهی که تماس می گیره، از پوهنتون چند بجه رخصت میشه، به مکتب چند بجه می رود، در مسیر راه چه کاری صورت می گیره، تماس تلفنی به همراه کدام جوان است؟ چی شد؟ میگه ای خواهر برای ما قصه میکنه،
میگه هر لحظه تماس میگرفت برای مردان بی عزت و بی عفت، من را به کرا میداد و اجره میگرفت و من را زنا میکرد. باز هم چیزی در توانم نبود. روز این فیلم در دست پسر کاکایم رسید، این فیلم زنا در دست پسر کاکایم رسید. حالا در بین خانواده ما این سخن شایع شد. پدرم مرد با عزتی بود، از شرم و حیا از این وطن رخت سفر بسته کردیم، رفتیم دیگر شهر. در همین شهرها که می رفتیم آرامش و سکون نداشتیم. هر لحظه که به یادم می آمد غم می خوردم، غصه می خوردم. به اون خواهر، برای جمعی خواهران امت مسلمه میگه ای خواهر متوجه باش، فریب جوان غربی و شرقی، فریب کاکل جوان را نخور، زندگیت را خراب